دوشنبه 12 فوریه مقامات اوکراین والی سابق ولایت ادس اوکراین و حالا یکی از پیشوان مخالفین حکومت را در شهر کیف بازداشت کردند و توسط هواپیما به پولشا یا لهستان اخراج کردند. ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان در کشورش نیز مورد پیگرد قرار دارد و مقامات استرداد او را خواستند. در یک صحبت ویژه با میخائیل ساکاشویلی در شهر ورشوا خبرنگار رادیو آزادی از سابق رئیس جمهوری گرجستان پرسید که خوف نداشت که میتوانستند او را به گرجستان بفرستند. از لحظه ای که من به گرجستان استرداد می شدم آنها را در یک هفته یا 10 روز برکنار می کردند. این یک حکومت ضعیف در جیب اولیگارخ روس ایوانیشویلی می باشد. او یک سهمیه‌دار خصوصی گازپروم است. پرونده های مقامات گرجی بر ضد من همش دروغ است. مثل آن پرونده ها بر ضد من در اوکراین هم قلبکی و ساخته هستند. آنها خودشان هم می فهمند که این پرونده ها ارزشی ندارند و اگر من در گرجستان پیدا می شدم آنها نمی توانستند مرا در محبس نگه دارند. مردم در طرف من است. نیروهای مسلح از من پشتیبانی می کنند. من اساسگزار دولت معاصر گرجستان هستم. دیروز پس از بازداشت من آنها بسیار ترسیدند که مبادا مرا به گرجستان استرداد نکنند. ولی پرزیدنت اوکراین پوراشنکو از این حال آگاه است و او از ارسال من به گرجستان خودداری کرد. در ادامه صحبت خبرنگار رادیو آزادی از آن یادرس شد که سال گذشته اثنای سفر خارجی ساکاشویلی اوکراین از او خواست که دیگر به کشور بر نگردد، ولی ساکاشویلی با طرفدارانش مرز را غیر قانونی عبور کرد و وارد خاک اوکراین شد. سپس خبرنگار رادیو آزادی از ساکاشویلی پرسید که آیا هدف دارد دیگر بار به اوکراین روز برگردد؟ بعد حوادث ماه سپتامبر اوکراین تغییر یافت. واقعا حالا اولیگارخ‌های سر قدرت خیلی ضعیفند. ما باید آنها را کوبیم. ما نباید توقف کنیم. آنها با اقدام‌های احمقانه‌شان به ما کمک رساندند. اگر ما حاضر این عمل را اجرا نکنیم، آنها نقطه‌های ضعف خود را ترمیم نموده در پی محو مردم اوکراین می‌شوند. یا ما آنها را محو خواهیم کرد یا آنها ما را.